سلام علیکم سلام برادر عزیز، باز هم سلام. یک چند وقت شد نبودیم، بعضی مشکلات تکنیکی بود. همین کلام گویم توغری میشوه. امروز برآمدیم بیرون ایدرمی خانه. حاضری برفی که دیده ایستی در بلوش راه گشته ایستیم. اینه اطرافمون این پای اومدگی اینجا 1 متر زیادتر برف است. بلوش کمتر یخ کردگی، ای بلوش یخی کردگی باز برفی ملایم زدگی. بعضی جاهایی که افتاب یکم نورش زیادتر میرسه همون جاها قطقون شدگی. قطقون یعنی که یخ کردگی. با همون جاهایی که شمال بسیار زدگی، خنکی بسیار زدگی، یخ کردگی. برای که یک چند روز پیش یکان 2 ساعت بارون زد. مایده بارون باید تنجه برای زمستان بهترینه. بارون زد، هم بارون فایده کرد که قطقون شوه. لیکن بعدی هم بارون شب خنک کرد، برف زد. همین 10 سانتی متر دیگر زده بلوش. بازم خاطر رسان میکنیم که 1 متر زیاد برف هست اینجا در جایی که راه گشته ایستیم. حاضر با وجود بارون، با وجود گرما، با وجود سرما 1 متر برف داریم. گرم کرد، بلوش قطقون کرد. در بلوش قطقون رفته ایستیم. همه اینجا قطقون نیست، در بعضی جاها میغوتی. مثلا در همین جاها همینطور کم کم میغوتی. لیکن به هر حال خوب است اینجا که راه میگردی سبک میره. اینا در وقتی گپ دیم که این سگا مای خفان اومد. سگا هم پیش رفته ایستن. گفتم یا بریم خبر گیریم چخلن جونداریاتی که اینجا موندگی هستن. برادرها کاوگو شما تماشا کنید. کاوگو وضعیتشون جغیل. کاوگو را روباه بسیار خورد. روباه 1 تا بود، 2 تا 3 تا شد. مزه را یافتن که کاوگم جای کاوگ بخروکه موندگی، پرواز کردن نمیتونه، خبیدنش آسون. برای همو بسیار خوردن کاوگو را. دیگر حیوانات باشه، نقشیرا خیلی میبینی. نقشیرا همونجا یک جایان 8 دانه حساب کردیم حاضرشه. باز نگاه میکنیم که تو خطا نکرده باشیم. باید 9 دانه باشن. 6 تاش چپش بگیم بزکیاش، بزیچه، بز و بزیاش با تکچه های 2-3-4 ساله تا 4 ساله را. 3 تا دیگرش تکی و کمیش 10 ساله بالا هستن. در نوارهای گذشته دیدی هم 3 تا بودن، 3 تا تکه که شاخهاشون بوز بالا بودن. حالا همیشه جوشون نشون تیمینه. حاضر ما در همیشه نقشیرها حاضرها در همون بالا هن. یک نه که چند قد دورن. حاضر اگر خطا نکنیم باید که ای همین دوری هم بینیم شون. مثل که گمشو کردم. این برادر عزیز، این همینا نقشیرها هن. همین قد دورین. این 2 تا دری پایون، 3 تا اینجا، 4 تا، 6 تا، 7 8 یا تا دیگرش در چشم نااماده است. انا همینا نقشیران برادرها. این همین قد دوره. نگاه کنید که بچه ها پرسیدن که چند قد دوره، چقدر دوره. اینا انا دورش همین قد. این برادر عزیز همین قد دوره نقشیرها رو تماشا کردیم. یه تنها نه. انا اینجا این سیاله سر که میبینیم، انا همین در قفای همین باز همین قدر راه دیگر است. در قفای نقشیر زیاده. اینجا حساب نداره. 50 تا بالا. اینش کفالت داده میتونم که 50 تا بالا هست.
های برادران ما را همون ادامه میتیم این طرف. سگا هم کار دیگر ندارن. حیات خوب حیات هم سگا بازی کرده میگردن. ای کاش که ما هم بازی میکردیم میگشتیم. حاضر میریم همین برابر خبر میگیریم. وقتی که بارون زد وقتی ترمه شد. بعضی جاها کم کم ترمه اومدن. اگر شب خنک نمیکرد برف نمیزد برف یخ نمیکرد ترمه بسیار میومد. همه جا ترمه میومدن. یک رو بجه بود یک روز دیگر بسیار خوب میشید که ترمه ها میومدن. ای ترمه ها خلاص میشدیم. بعد یکم راحت تر خوب میخوابیدیم. شکر الله که در خانه که من زندگی دارم خیف ترمه نیست. جای می آمدگی ترمه نیست. لیکن دیگر ها هستند. مردمی هستند که خیف ترمه و خاطر اونا میگم. همون میریم اون طرفتر باز و میخریم. این هم یک ترمچه که همینجا خمیدگی رفتگی های با غیر پای روباه یگان پای دیگر حاضرش ندیدیم. این پای روباه های همین رسیدیم در یک جای دیگر گیم جا همینجا خیلی کپکای کازیروک رنگ شوکست دیگه دما ای طرف خوب کردگی همین خیلی کپکه رفتگی. اگر ایجا یگون مترگر قریبتر بریم امکان داره که به کفه با هم پایان تماشا بره و هم پایان تماشا بره. برای همین نزدیکتر نمیریم یا تماشا میکنیم نگاه بین میکنیم. دریای رگنو برای تماشا کنیم. نقطه خوگو را بینیم که خوگو همجا هستن یا که نه. همینجا دا میچردن خوگو. اینجا جای برابر نیشه بیای جایی که برف تیزتر آب میشوه شوی افتاب زودتر میزنه. خوگو را در همینجا دیدیم یه جایه از جاش را نشون میتیم. من همینجا دیدیم شد در پیش همین جنگلک سگ دم تبگیر حیراستی کمیره حاضر یگان چی دیار نیست پای هم نیست. اگر شما یگان چی دیده هی نه یگان چی نیست. نیستی نبزاسی جا ما هم بچه ها از بیکاری گفتیم که بیکار نمونی در درون خونه در زمستان. اگر بیکار بمونی بشینی در پیش که تا بهار سبزت 1 متر میخیزه. هم مقصد ما مفهوم باید باشه برای بچه ها. مقصد بلند شدن سبزه اینکه بیکار چی گفت فر میکنی میشینی شما اگر خروکت تین باشه. انا جو برادرها کفیدگیان برای اومدن ترمه یک کم هوا گرم کنه یک بارون بزنه اینا همش ترمه کفیدگی تیارن برای ترمه اومدن.
همه همونجا میخنبا هم خیلی ترمه او وای پویانه همه همینجور جوی ترمه آمدن این طرف آوره دیور نیست طرف هم کوه های این بار داره برگشتیم بعد دیهاره راستی رو با همه مقهر کرده گیه در اخیر نوار نقشه رو میمونم بچه ها نقشه رو باز تماشا کنی هوا هم خوب کرده است قد خون کرده است قد خونی محکم کنه بعد میریم طرف شو خبرگیری این مرک جو رفته است جو رفته استای تنجای مرک راه روی رفته است ابوبکر لیرانی میگن ایره این برداره عزیز رسیدیم در نزدیکی ترانسفورماتری دههای لیرون بلو ترانسفورماتر یک کمودی داره کمودیش درست کردن در کار حاضر میریم میکشیم بودش میکنیم با میریم خونه این مشکلی ترانسفورماتر هم برطرف کردیم سویت گیرون کنیم و بریم خونه آوازش تنجای کار کرده است میریم طرف خونه خیلی برادر عزیز در دوام نوار شما تماشا کنید نقشی رو ما حرکت میکنیم میریم هم خیلی طرف خونه در پناه الله باشید برادر عزیز تا بازدید غوتیدن سر شد کشد وطنم دل برایت می تپد وطنم تو برایم جسم جانم مادری وطنم ای وطنم جان وطنم تو برایم جسم جانم مادری وطنم ای وطنم جان وطنم یاد آرم باغ گلزار تو را آب خاک و پاره نان تو میری تو دایم بدی چون مادری وطنم ای وطنم جان وطنم میری تو دایم بدی چون مادری
وطنم ای وطنم جان وطنم ای وطن آرام شیر هاتی نامونن پاره قلبم توی هر زمان نامی تو گیرم در زبان وطنم ای وطنم جان وطنم هر زمان نامی تو گیرم در زبان وطنم ای وطنم جان وطنم ای وطن خواب و خیالی من تویی ای وطن یک تا تویی تنها تویی صبح و شام دایم زاویتیم وطنم ای وطنم جان وطنم صبح و شام دو نزاگویتیم وطنم ای وطنم جان وطنم سلامت باشه برادران یه مسلسل یاله ها گذر میکردم یه نون جوشه یا دمست تر میکردم یکم پیران و خیلی خبر میگرفتم یه دو تور چای با بگیر اجور میکردم یه دو تور چای با بگیر اجور میکردم